سلام همراهان عزیز، امیدوارم همگی خوب و سلامت و عافیت هستید. اپیکتت که یکی از فیلسوفان معروف جهانی است چنین تاکید میکرد که ما باید درک کنیم که نه همه چیز در اختیار ماست و نه همه چیز را میتوان تغییر دهیم. چطوره که آفتاب طلوع میکند یا باران میبارد، همانطور بعضی چیزها در زندگی ما نیز وجود دارند که ما نمیتوانیم آنها را دگرگون سازیم. یعنی ما باید قبول کنیم که نه همه چیز طبق خواهش ما می شود و باید شادانه در همان وضعیت زندگی کنیم. این اندیشه نشان میدهد که عزیزان، اگر شخص میخواهد با آرامش و خوشبختی زندگی کند، باید قبول حالتها و واقعیتهای زندگی را آموزد. این فیلسوف میگه به انسانها تعلیم میداد که باید به آن چیزهایی که در اختیارشان نیست دقت زیاد ندهند و به جای کوشش تغییر بیرون از نظر خود و مناسبت باطنی خود به واقعیت کار گیرند. این اعتقاد به آنها کمک میکند که با صلح و قناعتمندی در هر لحظه زندگی زیبا زندگی کنند. مارک اورلیک، یکی از امپراتوران و فیلسوفان مشهور، گفته است که زندگی تنها همین لحظه است. معنی دادن به آن که کی و چگونه شادی یافتن لازم است تنها وقت گذرانی است. هر لحظه دارای شکوه خود است و باید با فهم و شکرگزاری پذیرفته شود. به گفته مارک اورلی، زندگی حقیقی در قبول واقعیت و شادی حاضر است. این لحظه حاضر تنها چیزی است که در اختیار ماست و باید آن را به تمام نیرو و هوشیاری احساس و قدر کنیم. به جای آنکه به گذشته دور یا فردای نامعین بند باشیم، ما باید کوشش کنیم که هر لحظه زندگی را در لحظه خود با محبت و شکرگزاری پذیرفته از آن بهره بریم. و یا حضرت مولانا میگویند که چه جایی باغ و راغ و گل، چه جایی نقل و جام مول، چه جایی روح و عقل کل، که از جان جان هم خوشتری. بسیاری آدمان فراموش کردند که باید واقعا زندگی کنند. در تلاش بهبود بخشیدن به دیگران و تلقین کردن دیگران که چگونه باید باشند، بسیاری ها وقتی ضروری برای زندگی واقعی را گم میکنند. هر شخص گویا بیشتر به زندگی دیگران مشغول است. به جای آن که با خود و زندگانی خود مشغول شوند، این نارضایتی و انتظاری های بی آخر سبب درد و رنج زیاد شده، زیرا ما به جای زیستن زندگی را به طور نافهما به فردای نامعین میگذرانیم. برای آن که شخص حقیقتا زندگی کند، باید قبول حقیقت زندگی را آموزد. ما باید همه چیز را آنگونه که هست قبول کنیم و مهمتر از همه باید خودمان را به همه جنبه های خود بپذیریم. زندگی در لحظه حاضر واقعیت اصلی حیات ماست و نه تنها یک آمادگی برای فردای نامعلوم. هر فرد می تواند شادی را در هر لحظه پیدا کند اگر بپذیرد که زندگی در حال حاضر است، نه در گذشته و نه در آینده نامعین. چه خوب می شد که ما یاد می گرفتیم زیستن در همین لحظه و پذیرفتن زندگی با تمام کمبودی ها و شادی و غم هایش. اگر ما دائما انتظار فردای بهتر باشیم و وقت را تنها برای آمادگی به آن صرف کنیم، عزیزان، زندگی واقعی خود را از دست می دهیم. هر یک لحظه زندگانی یک امکانیت است که باید آن را با شکرگزاری و قناعتمندی پذیرفت و با محبت از آن بهره برد. شاید بهترین راه حیات خوشبختی آن است که نه به انتظاری های دور بلکه با قدر کردن هر لحظه حاضر تمرکز کنیم. زندگی این لحظه است. حاضر زندگی کنید، نه برای فردا که حالا وجود ندارد. فکر میکنم که درباره حال زندگی کردن یک معلوماتی مفصلی بود برای شما عزیزان. باوری کامل دارم که از این حرفا شما برای خود چیزی گرفته باشید. با امید تقدیم بهترین ها
با مرکزی خرد بمانید تا ما بهر شما بهترین ها را پیشنهاد کنیم. شاد و مسرور بمانید.